سلام دوستان من، زیبا رویان، خوشگل مشکلا، گوگلی مگولیا، کیوتی کیوتیا، چه خبر؟ چی کار میکنیم؟ صبحتون بخیر. آقا بی مقدمه میرم سر اصل مطلب. امروز خیلی کار داریم و انقدر کار داریم که من یک جورایی پنیک کردم و حتما هم میخوام به همش برسم، یعنی تک تک کارهایی که اینجا نوشتم و حتی بیشترش رو میخوام انجام بدم. ما میتونیم، ما قوی هستیم، ما گویم، ما واقعیم، کیک نیستیم. نمیدونم چقدر بیمزه شدم، ولی به هر حال دو تا موضوع پیش اومده. اینترنت خونه ما شاتله. خب بعد نمیدونم چرا شاتل یه وقتایی اول اون ماهی که من وی پی ان میخرم و اواخرش تصمیم میگیره که من نمیخوام به وی پی ان تو وصلشم. زیبا واقعا. به خاطر همین دیشب که اومدم ولاگ دیروز رو آپلود کنم، الان یک شنبه است و شما 8 شب ولاگ شنبه رو میبینین و من شب ولاگ آپلود میکنم. امیدوارم درست توضیح داده باشم. خلاصه صبح بلند شدم دیدم 10% رو آپلود کرده. نایس. اوکی. حالا مهم نیست، چون صبح بلند شدم تا کارامو انجام بدم و اینا گذاشتم آپلود شد، اشکال نداره. اتفاق دومی که افتاده اینه که الان به خاطر کارام من همه کارام با لپتاپ انجام میدم. خب یعنی با گوشیم اصولا کارای حالا بهتون میگم کارا رو انجام نمیدم. بعد لپتاپم وصل نمیشه و وصلش کنم به گوشی. خلاصه که سر اینترنت یه ذره داستان داریم. حالا قر نزنیم. پس بیایم بهتون بگم کارامو که دیشب اینجا نوشتم چیا رو براتون نوشتم. اولیش ولاگ کردم برای یوتیوب، ادیت و آپلوده. من هر روزی که ولاگ میگیرم، مثلا امروز 7 یک شنبه است، من ولاگ میگیرم تا آخر شب ادیت میکنم، همون شبم میذارم آپلود بشه، ولی فردا برای شما میذارم. بعد 3 تا ویدیو برای اینستاگرام بگیریم. یکیش دی پی دیه، یعنی اختلال شخصیت وابسته است. یکیش راجع به رابطه است. یکیش هم یه دونیه که با موزیک ترند با موزیک ترند You and I، نمیدونم شنیدین یا نه، ولی حالا تو اینستاگرام میبینین. بعد این You and I هم راجع به اوورثینکه، بعد آپلودش بکنم. حالا چند ثانیه است، خیلی ادیتش کار نمیبره. استوری هم راجع به اوورثینکینگ بذارم. این از این. بعد باید برای تلگرام کتاب انتخاب کنم. بچه‌ها دیشب توی ولاگ گفتم که میذارم توی تلگرام و اینستاگرام، ولی چون من هی اومدم تو تلگرام، هی رفتم، هی بدونی اونجور که میخواستم فعالیت نکردم، حس کردم حق اون بچهای تلگرامه، همون کمتر از 100 نفری که اونجا هستن. لینکش رو اینجا میذارم اگه میخواین جوین شین. حس کردم که موزی های نمیخوایم. آره خلاصه که حس کردم که باید بذارم براشون که خودشون وقتی تو ایران ولاگ میکنی. اول میخواستم بین 2 تا کتاب باشه، یعنی بین مغازه خودکشی و مزرعه حیوانات، چون برای دفعه اول میخوام که یه کتاب داستانی باشه، اینجوری حس میکنم راحت ترم. ولی بعدش دیدم که مزرعه حیوانات من خودم هنوز نخوندمش، یعنی میخواستم با شما بخونم. مزرعه حیوانات واقعا نثرش یه مدلیه که باید اول خودم یه بار بخونم، بعد برم خودم گوش بدم، چون یه سری همون تو صفحه اول یه سری مثلا چون کلمه هاشو من تلفظشو بلد نبودم، انگلیسی بودن، من حالا نمیدونم انگلیسیه نمیدونم، ولی من بلد نبودم اونقدر خوب تلفظش کنم. به خاطر همین ترجیح دادم که اول اونو خودم بخونم، بعد برم صوتیشو گوش بدم، بعد بیام خودم بازخوانیش کنم. بعد کتابامو همینجور داشتم میگشتم که چی هم کوتاهه هم میتونم که راحت از روش بخونم. رسیدم به تئوری انتخاب. من یه کتاب گزیده های کتاب تئوری انتخاب رو دارم که اشتباهی خریدمش، یعنی آنلاین خریدم، بعد فکر می‌کردم همون تئوری انتخاب بزرگه است، بعد که برام اومد دیدم گزیده‌شه. به خاطر همین گفتم خب اون کوتاه دیگه. تئوری انتخاب و مغازه خودکشی. مغازه خودکشی هم یه کتاب مورد علاقه خودمه که خیلی به خودم چسبید وقتی خوندمش. گفتم که این دوتا رو با هم دیگه بخونیم. حالا خود بچه‌ها باید انتخاب کنن. کار بعدی که داریم، تامنیل ویدیو رو دیشب من نزدم دیگه،
خواهرم اینا اومدن و رفتن و خسته بودم و اینا، فقط گذاشتم آپلود شه که آپلودم نشده بود، گلوم گرفت دیگه. بعد اون تامنیل ویدیوی دیروز رو بزنم، بعد پابلیکش هم بکنم ساعت 8 شب. بعد حتما میخوام امروز پارک برم و کتابم تو پارک بخونم. و برای تولید متن پادکستم یه سری دیتا جمع کردم از هر جایی که دیدم، یعنی هر جایی که دیدم دیتا جمع کردم و امروز باید برم اون دیتاها رو دسته‌بندی کنم، ببینم چی به چیه، چی به چی نیست و خب بتونم یه چیز خوب از توش در بیارم و شروع کنم به اینکه حالا پادکستم رو شروع کنم دیگه انشاءالله. خلاصه که حالا اینا فقط کارهاییه که مثلا کار خودمه و تو اتاقی و ایناه. بیرون از خونم کار دارم، باید مامانم یه قسمتی از خونه رو بهم سپرده که تمیز کنم که احتمالاً اینو میذارم واسه آخر وقت، یعنی همه کارامو میکنم، بعد مثلا حالا بعد از ظهر ساعت 5 و 6 و اینا میرم اون کارا رو میکنم. چون حدسم اینه که همه این کارا الان که گفتمش یه ذره برام کمتر اومد خب، ولی چون خیلی اینطوری نوشته بودمش حس کردم سخته، یعنی زیاده. نه ولی الان که گفتمش یه ذره برام مثلا کمتر و جمع و جورتر اومد. خلاصه که آره تا بعد از اینو تموم میکنم. که میبینین پامکین اسپایس لاته است. ببین من الان خیلی وقته، یعنی شاید بگم خیلی ساله که قشنگ اینطوری هم که پامکین اسپایس لاته توی ولاگایی که میدیدم، همه این ولاگرایی که میدیدم همش اینجوری بودن که آره مثلا عاشق ولاگای مثلا اکتبرم که اینا خیلی کوزیه، خیلی مثلا فاز هالووین، نمیدونم پاییز، اینا رو خیلی دوست دارم. خب بعد همه اینایی که من میدیدم بلا استثنا همشون میرفتن استارباکس و پامکین اسپایس لاته سفارش میدادم. لاته چرا اینجوری گفتم، ولی حالا خلاصه که اونا سفارش میدادن. بعد من تو ویدئوی آخر میا پلیز دیدم که خودش داره درست میکنه. خب بعد من اینطوری بودم که پس میشه تو خونه درستش کرد. بخاطر همین رفتم یه سری ویدیو اینا نگاه کردم. امروز پامکین اسپایس لاته درست کردم. اگر دوست دارین به شما یاد بدم بگین که فردا براتون درستش کنم و بهتون یاد بدم. خوشمزه است، خوبه، ولی فکر کنم دونه های مثلا دارچین ما درشته که مثلا توش درشت مونده، حالا نمیدونم، ولی خوشمزه است، من دوست دارم. سلام. نمیدونم چرا سلام میدم، نمیدونم چرا اینو انقدر دستم بگیرم کیفیت صدا براتون بهتر میشه یا نه، ولی اینجا ذره شلوغه. آره 3 دقیقه بعد از اینکه فیلمو قطع کردم، از آخرین شاتی که من دیدی، مامانم بهم زنگ زد و گفتش که میخوام برم ام‌آرآی، میشه با من بیای؟ مگه میشد نیا؟ خلاصه که خودم خندم میگیره بعد از اون همه حال و شور و فلان که وای امروز خیلی کار دارم، باید به همشون برسم و فلان و اینا. کات 3 دقیقه بعد باید میمدم بیرون. بعد کلا 10 دقیقه تایم، 10 دقیقه کمتر، ولی حالا 10 دقیقه وقت داشتم حاضر بشم و حاضر شدیم و اومدیم اینجا. الان ساعت با این ساعت من هر وقت بخوام جلو دوربین حرف بزنم نمیاره. الان تقریبا ساعت 4، 10 دقیقه به 4 و ما حدودا 4 ساعت 5 ساعته که اینجاییم و مامان من تازه نیم ساعت پیش رفته که ام‌آرآی بده، یعنی 2 ساعت دیگه هم احتمالاً اینجاییم. و آره پیش میاد دیگه. فقط من نمیدونم چی کار کنم، یعنی تمام برنامه‌ام که ریخت با هم، یعنی ویدیو بگیرم برای اینستاگرام، امروز راجع به اوورثینک صحبت کنم، نمیدونم ویدیو بگیرم، همش تموم شد، مثلا راجع به صحبت نکنیم. نمیدونم چی کار کنم، یعنی صبح اونجوری اومدم جلوی دوربین، بعد حالا نمیدونم از این به بعد قراره چه اتفاقی بیفته، اصلا چیزی نمیدونم واقعا ولاگ امروز چی میشه، نمیدونم بذارم یا نه، ولی حالا بریم جلو ببینیم تا شب چه اتفاقی میفته. الان که من نشستم اینجا، درست اجازه بدین دارم اینو میخونم، تئوری انتخابو با خودم آوردم چون میدونستم مطلبش زیاده، گفتم بیارم بخونم. بعد گفتم که اگر احیانا بچهای تلگرام اینو انتخاب کردن حداقل وقتم علیه که هدر نره دیگه. خلاصه که آره خیلی کتاب جالبیه، خب یعنی خیلی خوش آمده. نمیدونم چرا 2 سال پیش که خریدمش هنوز نخوندم، ولی خیلی کتاب جالب و قشنگیه. امیدوارم که بچه‌ها اینو انتخاب کنن چون به نظرم این خیلی بهشون، البته اونم خیلی بهشون کمک میکنه.
مغازه خودکشی، ولی حالا ببینیم بچه‌ها کدوم انتخاب میکنن. ببینیم چه اتفاقی میفته. فقط اومدم بهتون یه آپدیت بدم. بذار یه چیز دیگه بهتون بگم بچه‌ها. همونطور که دیدین من توی ویدیو بهتون گفتم که من یه دونه پامکین لاته درست کرده بودم و داشتم اون رو میخوردم. شاید باورتون نشه ولی همون پامکین لاته‌ای که دیدین رو بعد از فیلم فکر کنم 2 قلوپ دیگه خوردم و همون رو خالی کردم تو آشغالی تو سینک و اومدم اینجا و من از صبح تا حالا هیچی نخوردم. نه صبحانه خوردم نه هیچی، یعنی فقط یه انقدر لاته خوردم. نمیدونم واقعا خیلی هم دیگه گرسنم و دارم ضعف میکنم. فاکینگ جاره من صبح هیچی نخوردم. بچه ها ما بالاخره رسیدیم خونه. خب ساعت 7 و ما فکر کنم شیرین 2 ساعت تو راهیم. 5:30 راه افتادیم. قشنگ یادم 5:30 توی چیز بودیم، تو ماشین بودیم. خیلی ترافیک بود، خیلی. بعد یه مادر دختری داشتیم یه دراما هم میکردیم توی چیز داروخونه. خانم داروخونه‌ایه، یعنی ما به این نتیجه رسیدیم که طرف برای اینکه خودش اذیت نشه میاد میگه سیستم بیمه قطعه، بعد به جای که با بیمه حساب کنه میاد فاکتور میده. بعد 2 تا برگه داده بود به ما. ما اول تعجب کردیم که چرا 2 تا برگه داده به ما، چون یکیش بعد دست خودشمون، ولی داد. بعد دیگه ما که رفتیم ازش فاکتور بگیریم قرار شد ما بریم کارامون رو انجام بدیم بیایم ازش فاکتور بگیریم. بعد اومدیم فاکتور رو ازش بگیریم گفتش که به جای که بیاد قبول کنه اول گفتش آره سرم شلوغ بوده چرا خودتون نیومدین بپرسین وقتی شک کردین 2 تا برگ دستتون بوده. و ما اینجوری بودیم که اشتباه کردی، بعد داری میگی چرا خودتون نیومدین بپرسین. خلاصه که یه ذره اونجا اینطوری بود، چیز شد، داستان شد. و خانم اینجوری بود که آره ساعت مثلا 4 بود، اینطوری میگه آره من همکارم من که فاکتورا رو میزنه از توی سیستم میگیره الان رفته نارمال، هیچ کاری براتون نمیتونم بکنم. خلاصه که آره یه ذره با اونم بحثمون شد و اینطوری بودیم که خانم شما کوتاهی کردی بعد نمیخوای کوتاهی خودت هم قبول کنی، بعد میخوای بگی، بعد میگفتی شما چرا، ببین نه اینجوری که کاش میومد مثلا اگه برای من پیش میومد یا اگه پیش اومده بود برام توی محل کارم مثلا بودن که ای وای اینطوری شد من عذرخواهی میکنم کاش خودتون شک کردین کاش میومدین میپرسین. بعد اینجوری بود که چرا نیومدین بپرسین. anyway بسم اومد آقا این پستچیه خیلی مهربونه زنگ زده بود و گفت بستت آوردم و فلان و اینا دیگه، داده بود به فروشگاه پایین. خدا رو شکر خدا رو شکر. بسته دیجیکالا میدونم توش چیه چون فقط یه چیزی سفارش داده بودم دیگه، اگرم ولاگ قبلی رو دیدیم شما هم میدونین چیه. برگ، بله برگ سفارش داده بودم. بذاریم باز کنم. 6 تا بسته این شکلی برگ سفارش دادم. چقدر بد فقط بسته بندی شده. این گیره نخوره الان به هم دیگه. این شکلیه بچه قشنگ میشه ها، ولی حالا امشب که من اصلا فکر نمی کنم بخوام اینا رو بزنم به دیوار، ولی حالا فردای اینا رو قشنگ باید تخت مخت رو بکشم جلو و اینا رو آویز کنم. خیلی خوشگله، قشنگه نه؟ قشنگ واسه خیلی خوب میشه. خلاصه که برگام هم اومد برای یه دیوار مثلا 2.5 متر اینا، 2 متر مثلا 30 سانت 6 تا گرفتم. آره دیگه 1 2 3 4 5 6 آره یه 6 تا گرفتم. حالا بزنیم ببینیم چه شکلی میشه. حس میکنم خیلی قشنگ بشه این بغل. حالا بریم فردا بزنیم ببینیم چه جوری میشه. بچه‌ها فکر کنم دیگه من باید الان ولاگو تموم کنم. باور
نمیشه چجوری شروع شد و چجوری داره تمام میشه، ولی ناراحت نیستم، خیلی هم حالم خوبه، خدا رو شکر میکنم. خدا رو شکر برای اینکه امروز هم زندگی کردیم، خدا رو شکر که شماها رو دارم، خدا رو شکر به خاطر خانواده، خدا رو شکر به خاطر تن سالم، هوای خوب. خلاصه که امروز هم اینجوری بریم ان شاءالله فردا دیگه به کارامون برسیم. خیلی دوستتون دارم. لایک و سابسکرایب و کامنت یادتون نره برام بذارین. باچ بهتون، یادتون نره من بهارم و به دنیای من خوش اومدین.